میگیره. نه حمله سایبری، نه یه اخطار، یه حمله واقعی با موشک و جنگنده، اونم 12 روز. حمله‌ای که میتونست آتیش یه جنگ منطقه‌ای یا حتی جهانی رو روشن کنه. ولی دنیا چیکار کرد؟ تقریبا هیچی. سازمان مللی که باید ستون صلح و عدالت جهانی باشه فقط ابراز نگرانی کرد. دبیر کلش آنتونیو گوترش البته گفت که حمله اسرائیل تجاوز بوده، ولی بعدش چی؟ هیچ. نه قطعنامه‌ای، نه اقدام خاصی. کمیسر حقوق بشر ولکر تورک فقط گفت دو طرف خویشتن‌دار باشن. یعنی کشوری که مورد حمله قرار گرفته باید خویشتن‌دار باشه؟ شورای امنیت سازمان ملل، ایران درخواست نشست اضطراری داد. نشست برگزار شد. بعضی کشورها مثل روسیه و چین حمله اسرائیل رو محکوم کردند، ولی آمریکا و چند کشور دیگه محکم پشت اسرائیل وایستادن. نتیجه نه بیانیه رسمی، نه قطعنامه، نه حتی یه محکومیت خشک و خالی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یه پای مهم جنگ، همدست فنی صهیونیست‌ها، رافائل گروسی فقط گفت نگرانم چون ممکنه امنیت منطقه‌ای به خطر بیفته. طبق قوانین باید آژانس امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران رو تضمین می‌کرد، ولی نکرد. نه تنها نکرد، بلکه جرقه این بحران شد. یعنی آژانس اول با یه گزارش تحریک کرد، بعدش که اوضاع ترکید فقط گفت اوه نگرانم. اتحادیه اروپا چند تا بیانیه کلی، دعوت به آرامش و البته حمایت بعضی کشورها از اسرائیل. اونا تو این جنگ تمام قد پشت اسرائیل بودن. سازمان پیمان امنیت جمعی بیانیه دادن، گفتن حمله اسرائیل و آمریکا نقض منشور ملل متحد بوده. هیچ اقدام عملی در کار نبود، مثل همیشه. اتحادیه عرب موضعشون نسبت به بقیه تندتر بود. گفتن این حمله تهدیدی برای امنیت منطقه است و اسرائیل رو محکوم کردن. اما خب صدای این بیانیه هم توی شلوغی دیپلماسی جهانی گم شد. گروه 7، گروهی که معمولاً سعی میکنه موضع هماهنگ داشته باشه، تو این موضوع متفرق بود. آلمان پشت اسرائیل وایستاد، ژاپن یکم نقد کرد، ولی بیانیه نهاییشون عملاً پرچم اسرائیل رو بلند کرد. سازمان همکاری شانگهای حمله رو محکوم کردن، گفتن باید میانجیگری بشه، ولی خودشون هم از ورود مستقیم فرار کردن. گروه بریکس، اونا هم یه ترکیب عجیب غریب بودن. برزیل و آفریقای جنوبی حمله رو محکوم کردن. هند فقط گفت دیپلماسی مهمه. چین و روسیه هم حواسشون بود روابطشون با دو طرف خراب نشه. سازمان همکاری اسلامی شاید تنها سازمانی بود که رسما و با صدای بلند حمله اسرائیل رو به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد. نشست اضطراری برگزار کردن، خواستار واکنش جدی جهانی شدن، ولی صدای اونا هم تو سر صدای جهانی گم شد.